امروز میخوایم توی این ویدیو معرفی کامل مولتیمتر 683 از برند آنینگ رو داشته باشیم که یه مولتیمتر لمسی هست که اتورنج هوشمنده. منظور از اتورنج هوشمند اینه که موقعی که شما اینو به برق 220 ولت وصل بکنی خودش دیتکت میکنه یا شناسایی میکنه که به برق 220 ولت شهری وصل شده، یا به برق 12 ولت دی سی وصلش بکنی باز شناسایی میکنه که به برق 12 ولت دی سی وصل شده و اینجا بهتون نشون میده این موارد رو. یا اگه شما بخواید بیاین اینجا تست اوهم ازش بگیرین، تست بازر ازش بگیرین، همه این موارد به صورت کاملا خودکار شناسایی میشه توسط پردازشگر این مولتیمتر خیلی خفن و بهتون مقادیرش رو کامل نشون میده. اینجا ببینید بدون اینکه ما ببریم توی حالت بازر رفت روی حالت اوهم، بعد دید اوهمش 0 فهمید که باید بره رو حالت بازر و حالا اتصال کوتاه رو بهمون نشون میده. من اینجا کاری که انجام میده رو به صورت کامل بهتون توضیح میدم. ببینیم بخش لایو NCV که این گزینه رو اگر فعال بکنیم این دستگاه تبدیل میشه به یک فازمتر الگایی که از فاصله تقریبا 10-15 سانتی متری میتونه فاز رو شناسایی بکنه و به صورت بازر یا همون بوق بهتون میگه که این سیم بازر، این سیم فاز هست و اگر توی مسیرش هم قطعی داشته باشه با قطع صدای بازر بهتون میگه که این سیم قطع شده. خب این بخش C و F مربوط میشه به بخش دماسنجیش که اینجا دماسنجش هم داریم، پروب مخصوص دماسنج، و بخش F هم مربوط میشه به بخش همون C و F همون بخش دما هست که سانتیگراد و فارنهایت رو از اینجا تنظیم میکنین. بخش CAP همون کاپاسیتنس، بخش اندازه‌گیری خازن هست که طیف وسیع از خواصن سنجی رو اینجا بهمون میگه که توی حالت کپ بذارین و به یک خازن وصل بکنین اینجا بهتون مقدار خازن رو نشون میده. این موقعی که یه دونه مثلا خازن رو بهتون نشون بده که مثلا 10 میکروفارادره، اینجا تنظیماتش رو خودش یه جوری میکنه که بتونه اون مقدار دقیقه دهمش هم بهتون بگه، یعنی خودش به صورت هوشمند این کار رو انجام میده و نیازی به تنظیم دستی شما نداره. بخش هولدش هم اینجا هست که موقعی که میخواین یه مقداری رو یادداشت بکنین با زدن دکمه هولد این اعداد توی صفحه نمایش به صورت ثابت در میاد و میتونین این مقدار و مقادیر رو به صورت کامل یادداشت بکنین. از این بخش این دستگاه شارژ میشه، دکمه روشن خاموشش هم این بخش هست. بخش سنسور NCV هم این قسمت قرار داره، یه دونه چراغ قوه هم توی این بخش قرار داره که با تعویض پروپا به بخش آمپرمتری هم خودش شناسایی میکنه که رفته توی بحث آمپرمتری و خودش دقیقاً تنظیم میکنه که شما دارین آمپر دی سی رو سنجش میکنین، ای سی رو سنجش میکنین، باز با دهمش به صورت هوشمند بهتون نشون میده. این عدد دماسنجی هم که اینجا نشون میده ببخشید این یه مقداریه که حالا از مقاومت‌های داخلی نشون میده، این عدد درست و صحیح نیست، باید دماسنج بهش وصل بشه. اوهمتر داره، فرکانس متر داره که اینجا اینا رو کامل نشون داده بهتون و این مولتیمتر خیلی شکیل و قوی و کارآمد رو با یک کیف خیلی ضد ضربه میتونید از طریق سایت ماشین سافت تهیه بکنین و با بهترین کیفیت و خدمات براتون ارسالش انجام بشه. مرسی.